من هدایت می نماید. السلام علیکم استادان عالی قدر و خوانندگان عزیز. ما امروز در مؤسسه 26 سالگرد تأسیسیابی سازمان خوانندگان زینه‌های وارثان سامانیان و سامانیان را جشن می‌گیریم. من از فرصت مناسب استفاده برده جمع را کشاده گفته اعلان می‌نمایم. همسالان و همسنفان عزیز، امروز در سراسر جمهوری عزیزمان تاجیکستان چاره‌بینی‌های تنتنوی بخشیده برای تأسیس یابی سازمان خوانندگان گذرانیده شده ایستاده است. در این روز تاریخی مأموریت مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 4 نیز تصمیم گرفته است که یک گروه خوانندگان فعال مؤسسه را به عضویت سازمان خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری تاجیکستان به نام اسماعیل سامانی اعضا نماید و در این سنه تاریخی صف سازمان خوانندگان را بیشتر گرداند. دقت دقت! پرچم دسته سازمان خوانندگان جمهوری تاجیکستان به میدان درآورده شود. تحت درآوردن پرچم آرام باشید. نگاه به پرچم. سرداران گروه برای سپاریدن گزارش آماده باش. گروه راست است. توجه به موبایل. رفیق رئیس شورای سازمان خوانندگان مؤسسه گروه با نام سیون علی قولوف شعار گروه بخشیده برای تأسیس یابی سازمان خوانندگان مؤسسه های جمهوری تاجیکستان به قبول نوازنده شوندگان به صف خوانندگان صف آرستند که گزارش را سپارید به مسئول زنه یک اختران به خواننده صنف شبه سیونا بکجان. گزارش قبول کرده شد. دقت دقت! گروه راست است. توجه به موبایل. رفیق رئیس شورای سازمان خوانندگان مؤسسه گروه به نام سیون علی قولوف شعار گروه دانش اندر دل چراغی روشن است بخشیده برای تأسیس یابی سازمان خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی جمهوری تاجیکستان به قبول نواعضا شوندگان به صف سازمان خوانندگان صف آراستند. گزارش را سپارید مسئول زینه 2 وارثان سامانیان تاشپلات و اسمیره. گزارش قبول کرده شد. راهبر سازمان خوانندگان مؤسسه سالی وجه اعضایان اختران وارثان سامانیان و قبول نو اعضا شوندگان و صف وارثان سامانیان و سامانیان گزارش داده شد. گزارش قبول کرده شد. محترم دیرکتور مؤسسه جمعه و فرزانه اجازه دهید خوانندگان فعال صنف‌های 4 و 5 به صف زینه 2 وارثان سامانیان و خوانندگان صنف 10 به صف سازمان زینه 3 سامانیان قبول نمایم. گزارش قبول کرده شد. گزارش قبول کرده شد. تشکر. آزاد باشید. دوستان عزیز، هیئت شورای سازمان خوانندگان مؤسسه در جلسه نوبتی خود قرار قبول نمود که متن سازمان تنتنوی سازمان خوانندگان به طور گروهی قبول کرده شود و حقوق خواندن متن سوگند به سردار دسته واگذاشته شده است. مرحمت.
ما به صفی سازمانی خوانندگانی مؤسسه تحصیلاتی جمهوری تاجیکستان به نام اسماعیل سامانی داخل شده در نزد وجدان و همسالان خود سوگند یاد میکنیم که طلبات نظامنامه و آیین‌نامه سازمان را رعایت کرده با بهای خوب و اعلا و رفتار نمونوی تحصیل می نماییم. در کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک نموده وطن خود را صدقاً دوست می داریم و به خدمت آن دائما تیاریم. استادان عزیز، از شما احترامانه خواهش می نماییم که گردنبند آزادشوندگان را ببندید.
پرچم دسته سازمان خوانندگان جمهوری تاجیکستان به نام اسماعیل سامانی برآورده شود. تحت پرچم آرام باشید. نگاه به پرچم. سیاه کردن. در آخر دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 جمعه و فرزانه سخنرانی نموده دایر به نقش سازمان در تربیت نسل نورس اندیشه های سودمند بیان نموده چاره‌بینی را جنببست نمود. همه شما استادان و خوانندگان را بر روز تأسیس یابی سازمان خوانندگان مبارکباد میگویم و با آن خوانندگانی که به صف زینه سازمان در آمدند صمیمانه مبارکباد گفته به هر یکایک شما خوانش خوب و اعلی تن صحت را آرزومندم. امیدوارم که شما در آینده یک شهروندی با آر و به ناموس وطن به وایه رسیده به خلق و وطن خدمت‌های سزاوار می‌نمایید. با معلمه عزیز صالح و دلارا برای برگزار نمودن چنین چاره‌بینی با شکوه صمیمانه مینداری خیش را بیان می‌نمایم